سلام و درود خدمت تمام دوستا و عزیزایی که همین لحظه یا بعدا لایف ما را تماشا میکنند. رولا هستم، در کشور فرانسه زندگی میکنم. بک‌گراند اقتصاد دارم. در فرانسه هم در رشته برق آموزش دیدم و در این بخش کار میکنم. امروز لایف را ترتیب دادیم که همه آقایان حضور دارند در این لایف و خواستیم که جمع یا مجموعه از همکارای عزیز ما که آقا هستند در این بزنس را بیاریم روی صفحه و برنامه‌اش بگذاریم تا دوستای عزیزی که بیرون از بزنس هستند و به این فکر و اندیشه هستند که این بزنس تنها مختص برای یک طبقه است یا برای خانم‌ها هستند یا سهم خانم‌ها گسترده هستند نسبت به آقایان و این اندیشهشان تغییر کنند. به هر حال خب مشغله روزگار زیاد است و تمام آقایان خب کسایی که آقا هستن ما رو بینده هستن از دل ما بیاین که خب به هر حال کاری بیرون هم است و وقت کمتر گذاشته میشه از طرف ما که بیایم روی صحنه و توضیحات یا اطلاعات را در قسمت بزنس همراه شما شریک بسازیم. دقیقا هدف برنامه هم است که آقایان هم سهم گسترده مثل خانم‌ها همه یکسان حرکت میکنند و او از جایی که دوست دارن بزنس خود شروع کنند میتونند که مثل ما مثل دیگر اعضایی که در این بزنس هستند بیاین پیش برند و بزنس خود را داشته باشند. به قول معروف که اندیشمند عزیز و بزرگوار که عرض میکنند به هر حال فرصت ها اتفاق نمیافتند، فرصت ها رو باید ما ایجاد کنیم. اگر شما هم دوست دارین که در کنار کار اولتان، کار آفلاین تان یا کار آنلاینی که دارین یک بزنس شخصی از خود داشته باشین که ایره بتونین برش بگذارین، بتونین که بعد از 3 سال الا 5 سال به دوره بازنشستگی با حقوق کامل برسین، دقیقاً ای بزنس بر شما توسعه میشه. به هر حال ما در این بزنس از تمام بک‌گراند ها داریم و در از سنین مختلف داریم. ما خودم معرفی کردم، میگذارم که دیگر همکارای عزیز ما معرفی کنن. انشالله که در هفته های آینده همچون برنامه داشته باشیم و بیشتر آقایان تشویق شوند که بتانن با خیال راحت، با فکر راحت تصمیم خود بگیرن و شروع کنن بزنس کنن. خب در ابتدا ما از جواد جان نوابی میخوایم که خود را معرفی کنم و بگوین وایشانه یا چرایشانه که چرا همین بزنس انتخاب کردن. جواد عزیز از شما میشنویم. سلام تقدیم میکنم خدمت همکارا، خدمت شما رولا جان، و تشکری میکنم که شما این برنامه را راه اندازی کردین و ما با دوستا با همکارای عزیز ما که در بزنس فعالیت دارن آشنا میشیم و کارا را با هم دیگر تعقیب میکنیم انشالله. ما جواد نوابی هستم، در ویرجینیای امریکا زندگی میکنم. مدت 2 سال شد که اینجا هستم و بک‌گراند تحصیلی ما از دانشگاه تعلیم تربیه فارغ التحصیل هستم و مصروف در بخش اداره و مدیریت کار کردیم، تجربه دارم و فعلا مصروفیت ما در امریکا در یکی از مکاتب دولتی به حیث تیچر اسیستانت وظیفه اجرا میکنم. بله، بسیار خوب. جواد جان چرا این بزنس انتخاب کردین شما؟ دلیل از که این بزنس ما انتخاب کردیم و حالا برام اگه معلوم است که دنیا در حال پیشرفت است و دنیای آنلاین شده، همه کارا به طرف آنلاین روان است و ما هم خواستیم، علاقه ما به می بود که یکی از علاقمندی ما کار آنلاین پیدا کنیم و کارا را بسیار به سهولت و به سادگی پیش بریم. یکی از علاقمندی خاص ما می بود که کار آنلاین پیدا کنیم و این هم با این بزنس آشنا شدیم و روبرو شدیم و کوشش میکنیم که در این را پیشرفت کنیم و مدت 4 یا 5 ماه میشه که دیجیتال مارکتینگ یا بزنس آنلاین ما آغاز کردیم و یکی از دلایل خاصی که این بزنس داره وقتی که ما این را شروع میکنیم و پیشرفت میکنیم، یک وقت آزاد در اختیار خود قرار می داشته باشیم و وقت خود با دوستا با فامیل سپری میکنیم و از هر جای و از هر نقطه که یک اینترنت یا موبایل یا کامپیوتر در اختیار ما باشه ما میتوانیم این کار رو به شکل درستش پیش ببریم و یکی از خوبی هایش همی است و یکی از دلایلش همی است که ما در این بزنس آمدیم و شروع کردیم بزنس. بله، تشکر جواد عزیز از اینکه سلام. خود را معرفی کردی برای دوستا و عزیزایی که ما رو میبینن و اما چرا که ایره انتخاب کردی را امورم برای دوستا روشن ساختیم. بسیار تشکر.
بله خواهش میکنم. بر خود روز خوش میخوایم از اینکه گفتی در وظیفه هستی، تایم کمتر داری، هر وقت اگر خواستی میتونی که ترک کنی لایو را. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم مهران جان، شما خود را معرفی کنیم بر دوستا و ای که چرا انتخاب کردین این بزنس. بسیار زیاد تشکر رولا جان عزیز. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. بسیار خوشحال هستم که در جمع شما عزیزان هستم. من مهران هستم، در هلند زندگی میکنم. حدود 9 سال میشه که در اینجا هستم و تحصیلات خودم در افغانستان و ایران گذراندم و زیادتر تا این حد ما کارهای فیزیکی زیاد انجام دادیم، کارهای فنی و مکانیکی انجام دادیم و حال در خدمتتان هستم همینجا. تشکر مهران عزیز. و ای که چرا این بزنس انتخاب کردین و آمدین شروع به فعالیت کردین؟ ما وقتی که آمدم هلند بسیار تحقیقات زیاد کردم، رفتم در کریپتو، در آمازون، جای دیگر زیاد تحقیق میکردم که از طریق آنلاین یک بیزنسی را شروع کنم و هر کدام از واره که ما سایل میکردم میدیدم که معایب خودت داره و تا اینکه همراه بیزنس آشنا شدم. همطور که جواد جان گفتن دنیا به سمت دیجیتال میره، به سمت تکنولوژی پیش میره و دیگه کار و شغل سنتی به شکل سنتیش دیگه آل کمرنگ شده میره و من هم تلاش کردم که از این مسیر وارد دنیای بیزنس شوم و یکی از خوبی هایی که بیزنس داره سیستم بازنشستگی زود انگامش است که بین 3 سال تا 5 سال به بازنشستگی میرسیم و این بسیار ما را جذب کرد به طرف خودش و حال هم کمتر از 1 سال میشه که در این بیزنس هستم و مصروف هستم و یک خوبی دیگه ای است که همراه عزیزای مثل شما، کسایی که هیچ نمیشناختیم و حال از سراسر دنیا دوستای بسیار عزیز و خوب پیدا کردیم. بله بسیار زیاد تشکر مهران عزیز از اینکه خودت معرفی کردی و همو چرا را گفتی برای دوستا و عزیزا. خب در کنار ما آقای عبدالقهار شریار، کسی که سالهای زیاد را در قسمت بانکداری گذاشتانده. استاد بزرگوار، ما از شما تقاضا میکنم که خود را معرفی کنین و در کنار از او برای عزیزایی که دوست دارن بیاین و حتما شما نظر به تجربه داخل از این بزنس شدین ولی انتخاب کردین، ساده نیامدین. به هر حال دیگر دوستا هم از تجربه شما استفاده کنن و تصمیم بگیرن به خیر داخل شون. مشتاقم از شما آقای شریار. تشکر از شما مومنزاده صاحب، شما لطف کردین. از تشکر از دعوت شما. اول سلام های گرم و صمیمانه خود در خدمت حاضرین در جلسه و دوستانی که بعداً مشاهده میکنن تقدیم نموده. امیدوار هستم که همه شما خوش و سلامت باشید. من نامم عبدالقهار شریار است. مدت بسیار زیاد میشه که در سوئیس زندگی میکنم و تقریبا من در سال 1985 به سوئیس آمدم. چون من بک‌گراند اقتصاد دارم و اینجا بر رشته‌های مختلف کار کردم و قسمت اعظم کارهای خود در بانک‌های سوئیس بوده. بعد از به سال 2000 من تو سوئیس ترک گفتم، رفتم افغانستان به شعبات مختلف دولتی کار کردم و قسمت اعظم وقت خود مصروف تدریس بودم که من مضامین اقتصادی را در پانتون‌های مختلف در افغانستان در مدت 19 سالی که بودم اونجا تدریس کردیم. خوش میکنم بسیار مختصر بگویم، غیر از بسیار وقت میگیره. و ای که چرا ما این بزنس انتخاب کردیم، ما مکتب ابتدایی را در زمان ظاهرخان رو خلاص کردیم، حتی مکتب لیسه را دیگه. از جمله مسن‌ترین شما باشم، ما 73 سال دارم دیگه. اینال 73 ساله دیگه در وطنهای ما شما خود دیگه فقط یک دو تا اعصار را گرفته و همونطور اما ما دیگه چون متقاعد هستم دیگه خود آرام دیده نمیتونم، باید حتما فعال باشم. چرا میگه آب که حرکت نکنه گنده میشه دیگه. ما نمیخوایم که ما دپریشن بگیرن و کدام جنجال دیگه پیدا کنیم دیگه. مناسب ترین امی
مصروفیت همین تجارت اونلاین و امی دیجیتال است و مزایایی که تجارت ما و شما داره که دوستای دیگه ما متذکر شدن که عبارت از تقاعدی است. امکانات رشد در اینجا بسیار زیاد است که کوچ و منتور و ترینینگ های منظم دارن. از بوده دیگه ما چند ماه شده که به این بزنس شروع کردیم و از برکت این بزنس با یک سلسله دوستای بسیار محترم و معزز معرفی شدیم و امیدوار هستیم که دوستای بیشتری را پیدا کنیم و ما از این بزنس بسیار لذت میبرم. بسیار خوش هستم. تشکر آقای شهریار، تشکر از اینکه لطف کردین و شریک کردین تجارب خود را و برای در ازایی که واقعا بالاتر از 60 بار زندگی را پشت سر گذاشتند. خب اگر دوست دارن، تمایل دارن، مثل آقای شهریار یکی از امو سمبولای بسیار مثبت و مفید در کنار ما هستند، با وجودی که 73 سال عمرشان است و چقدر موفقانه دارن در این بزنس میدرخشن و پیش میرن در کنار ما. تشکر آقای شهریار از اینکه معرفی کردین خود را و چرا را گفتین. عادی جان، ما از خود همین سوال دارم که خود را یک معرفی کنی بر دوستا و در کنار از بگویی که چرا این بزنس را انتخاب کردی آمدی داخل. سلام، من عادی حسینی هستم و خوشحال هستم که امشب مرا دعوت کردین روحلا جان و با همه عزیزانی که اینجا هستن آشنا میشیم. از سر جهان هستن همکاران ما و خیلی خوشحال هستم که از آشناییتان خیلی خوشحال هستم. من چند سال میشه که در فرانسه زندگی میکنم و قبلا مصروف تحصیل بودم و در چندین تا کشورهایی که مهاجرت کردم و فعلا در فرانسه زندگی میکنم و شغل فعلی من در بخش موتر هستم. چندین تا بخش را انجام میدم و همیشه وقت و چرا این که این بیزنس را شروع کردم به دلیل از اینکه همیشه وقت سعی میکردم نگاه میکردم که در پالوی از این کاری که آفلاین دارم یک کار آنلاین را شروع کنم. بله. خب یکی از امو انگیزه‌ای که داشتی همی بود که در کنار کار آفلاین یک کار آنلاین داشته باشیم. بله. حتما مزایای از این بزنس هم خودت یک مقدار خبر داشتی که چی مزیت ها داره، کوچ منتور داری در کنارش، ترنینگ ها داری و همچنان گروپ های سپورتی داری که همواره خودت کمک میکنه. از اینا آگاهی داشتی خودت یا خیر؟ بله تحقیق کردم که این بیزنس قانونی است و ما از طریق از این بیزنس مثل دیگر کارها دی مالیات پرداخت میکنیم هر سال و دیدم که خیلی تحقیق کردم که بسیار قانونی است و وقتی که داخل شدم نگاه کردم که خیلی زیاد دوستان چندین سال میشه که مصروف از این بیزنس هستن و خیلی هایشان به بازنشستگی رسیدن و من نگاه کردم که دیگر نیازی نیست که من 8 ساعت در روز کار کنم و به این کار آنلاینی که آشنا شدم با 2 ساعت میتونم جایگزین 8 ساعتی که در روز کار میکنم. این خیلی خوب است. بله، تشکر عادی عزیز، تشکر از اینکه معرفی کردی و همونطور که عادی جان اشاره کرد که یکی از فواید دیگه از این بزنسی که قانونی بودن و مالیات که پرداخت میکنن از عوایدتان برجستگی از این بزنس را برای شما زیادتر آگاه میسازین. خب آگاهی واصل میکنن در این قسمت دیگه. به هر حال میا جان خودت معرفی کو بر دوستا و همچنان همون چرا برای دوستا بود که چرا انتخاب کردی؟ خب قدم اول تشکری میکنم رولا جان از شما که از دعوتتون. سلام عرض میکنم خدمت همکارای عزیز ما که دیگه تشریف دارن و کسایی که بعدا میبینن این لایو. میا جان محمدی هستم از آمریکا. مدت 8 سال میشه که در شهر میشیگن آمریکا با همراه فامیل و فرزندانم زندگی میکنم. بگراند تحصیلی من اداره تجارت است و فعلا من یک وظیفه دارم، وظیفه فول تایم دارم. در پهلوی از این وظیفه فول تایم
مدت 1 سال میشه که این موقعیت اینترنتی عالی را شروع کردیم. بله، تشکر میاد جان از اینکه معرفی کردی و زنده چرا باشیم. انتخاب کردی بزنس. البته دلایل زیاد داره، شاید کلگی دلایل بیشتر داشته باشه، زیاد داشته باشه که چرا این بزنس شروع کردیم. یکی از دلایلش که ما شروع کردیم به خاطر شما میفهمین که یک مقدار 1-2 سال میشه کشمکش های زیاد در طی کشورها وجود داره، اما مصارف زندگی بالا رفته بسیار. یعنی نمیشه که با یک وظیفه شما بتونین که فامیلتون رو سپورت کنین، یعنی به شکل درست یک زندگی خوب مهیا کنین. شاید بیشتر ما شما میفهمیم که یک فامیل ما نصف شده، نصفش در افغانستان است و نصفش در اینجا است و ما یعنی دو فامیل باید حمایت کنیم، دو فامیل ده. به خاطر دیگه دلیل از این که دلیل دیگه که ما همیشه به در ساعتهای طولانی در کار بودیم، یعنی هیچ وقت نداشتیم که در کنار خانواده فرزندان باشیم و در امورات شخصی خود رسیدگی بتانیم. و همچنان زمانی که ما به یک سفر می رفتیم دیگه ما کدام عاید نداشتیم، یا یک مقدار پول گزاف باید بانی که همه مصارف سفر چه و دوباره پس بی همه چیز پرداخت کنی، یا که میایی تمام مصارف کرای خانه، مصارف برق، همه چیز به یک بار باید آدم نمیتونه که مثال به درستی یعنی سفر بره هر جایی که بخوای بری. و اون خاطر به این دلیل شد که ما هم گفتیم بتونیم که یک کار اگر پیدا کنیم که یه پلان بی واره، رقم پلان بی که بتونیم اگر از یک جای نشد از دیگر جای بتونیم یک عاید کنیم. که خوشبختانه که با این تجارت آنلاین سر خوردیم و مدت 1 سال میشه که میره شروع کردیم دیگه. بسیار یک بزنس عالی و خوب است که مزایای بسیار زیاد داره، که یکی مزایش کیست که بر ما شما زمانی که ما داخل از این بزنس میشیم برای ما یک آیدی میده که آیدی به حساب اینترنشنال بین المللی است، که یعنی ما در هر کشور که بریم میتونیم که این بزنس خود انتقال بدیم، یعنی به چیز نداریم که یعنی ما در یک جای ثابت بمانیم، یعنی در هر جای میتونیم میره به پیش ببریم و بتونیم که کسب درآمد برسیم. بله، تشکر میا جان، تشکر از اینکه تذکر دادی در این قسمت. تا جایی که من برداشت کردم خود به عنوان پلان بی این بزنس را انتخاب کردی و از اینکه یک منبع دوم درآمد داشته باشیم. بله. بله، تشکر شفیع جان. محمد شفیع جان، تشکر از اینکه خب در برنامه حاضر هستی و خودت یک معرفی که بر دوستایی که ما را بین هستن در کنارش هم چرا داخل از بزنس آمدی برای دوستا. سلام مومنزاده صاحب، ما هم به نوبه خود اکرامات و سلامای خود را خدمت هر یک شما تقدیم میکنم و ماه مبارک رمضان را برای عملیتان از صمیم قلب تبریک میگم و طاعت عبادتتان خدمت درگاه حق قبولت شده باشد. ما محمد شفیع میاخیل هستم. مدت 2 سال میشه که از افغانستان برآمدیم و در ویرجینیا ایالات متحده امریکا زندگی میکنم با فامیل خود. و بک‌گراند رشته که ما درس خوندیم در بخش زراعت بوده و در افغانستان در بخش‌های مالی و تدارکات وظیفه اجرا کردیم دیگه. و چرا که ما بزنس شروع کردیم در اینجا، علتش همی بوده که من میخواستم که یک تایم خوب بدون از که استرس داشته باشم و با همراه فامیل خود زیاد باشم این بزنس انتخاب کردیم و دیگه میتونم که از طریق یک کامپیوتر و یک موبایل و یک اینترنت که بسیار یک پول کم به این نیاز است. ما چون مهاجر نو هستیم به کشورهای اروپایی و امریکایی، ما نمیتونیم که با پول بزرگ یک بزنس کلان انتخاب کنیم. همین بزنس برای ما بسیار مناسب بود، از این خاطر این بزنس انتخاب کردم و مدت 3 الی 4 ماه میشه که به این بزنس فعالیت دارم. و همچنان بسیار خوشحال هستم از شما که با وجودی که یک درآمد مادی این بزنس برای ما داره و یک معرفت معنوی هم بر ما پیدا شده که مثل شما را و دوستا را آشنایی پیدا کردم. خیلی خوش است و مدار یکیتان و همی ایس مهاجرت بسیار کم کردن.
میتونیم همگی خود از طریق لایف، از طریق صفایی که میبینیم یکی دیگه خود خوشحال باشیم و تقویت ما یک بره کم میشه. این بسیار خوبی های خود زیاد داره. چون وقت برنامه کم است، بله. من همه قدر مناسب دیدم که یعنی برای شما توضیح دادم. تشکر. تشکر محمد شفیع جان از اینکه اما چرا را گفتین و تذکر دادین در این قسمت. اما رقمی که اشاره کردین فوایدش بسیار زیاد است. ما نمیتونیم که در یک دو ساعت هم میره خلاصه بسازیم. آقای موسوی عزیز، تشکر از اینکه در برنامه هستی. من از خودت همین سوال دارم که در ابتدا خود معرفی کنی و چرا بزنس را انتخاب کردی و شروع کردی. سلام خدمت شما همه عزیزان. روز و نماز شما قبول باشد. ناصر موسوی هستم. از آلمان مدت 9 سال میشه که آلمان زندگی میکنم و بک‌گراند آرایشگری دارم. 13 ساله که مشغول همین کار هستم و همکنون هم همین کار دارم پیش میبرم. و چرا که این بزنس من شروع کردم به خاطر که یک آرامش میخواستم داشته باشم، به خاطر که این کار همین که شما میفهمید، شما اروپا زندگی میکنم، آمریکا هم ما مهاجریم، باید یک کار زیاده. این من تا 12 ساعت هم حتی کار میکنم، 10-12 ساعت کار میکنم و این خسته کنه. میخواستم با آینده برای خود یک کار درست کنم به عنوان شغل دوم که همین کار کم یا استراحت کنم، کم متون آسایش بیشتر داشته باشم، که چون همین آرامش اگه داشته باشی به ما استقلال مالی هم میرسی. اگه آرامش نداشتی طبعا نمیرسیم به او استقلال، چون اولویت هم آرامش انسانه و در کنار فامیل بودن خیلی مهمه. همونطور که شما عزیزان همه گفتین، این بسیار یک رول مهمی داره که به فامیل برسی، کنار فامیل خوب بشی. و یک دلیل دیگه که خیلی خوبه، این بزنس بسیار عالیه که شما میتونین از هر جا و مکان این بزنس پیش ببرین توسط یک گوشی و لپتاپ. بسیار بسیار ساده، بسیار آسان، خسته کن نیست، واقعا یک دلپذیره. و همچنین در کنار شما دوستان که هستیم با هم یک ارتباط داریم، با هم مثل یک دوست فامیل کنار هم همکاری میکنیم، کمک میکنیم هم دیگر. بسیار بسیاری خوشاینده و بله همیشه بود که من وارد شدم و خوشحالم هستم که به این بزنس آمدم. دقیقاً. تشکر آقای موسوی که همو چرا را گفتین برای دوست و عزیزا. حالا میریم سراغ همکار بعدی که آقای علی صادقی است از کشور آمریکا، در اونجا زندگی میکنه البته. خب از نام میشنیم که در ابتدا خود معرفی داشته باشه و همچنان وای یا چرایی که بزنس را انتخاب کردن آمدن برای دوستا بیان کنن. سلام الله و سلام به همکارای عزیز. امیدوارم که خوب باشید. سلام به همکارای به بیننده هایی که قرار ما را نگاه کنند از هر جای دنیا که هستن. امیدوارم شما هم خوب باشید. تشکر میکنم از اینکه ما را دعوت کردید در این برنامه. راستش من از سیویل انجینیرینگ از کابل فارغ شدم و در امریکا تا 2 ماه پیش اینسپکتور بودم، ولی الان سیویل دیزاینر هستم و در کنار از او ما دارم این بیزنس را پیش میبرم. بله، تشکر علی عزیز. و چرا انتخاب کردی بزنس را؟ راستش این بیزنس یک خوبی که من شخصا خوشم آمده و این هستش که بعد از 3 الی 5 سال ما میتونیم در یک درآمدی ثابت ماهانه برسیم، فقط به خاطر از او. و یک خوبی دیگه که بقیه همکارا هم او را گفتن، در کنار خانواده بودن است. بله. خب آقا علی اشاره کردن به می که دوری بازنشستگی برای هم که واقعا یک دوری می باشه که در روی اگر داشته باشند، چون اولی بزنس است که من خودم تا جایی که معلومات دارم شویدیم یک دوری بازنشستگی ثابت بعد از یک مدت را که در این بزنس فعالیت داشته باشین به دست میارین. خب بله، تشکر علی جان. اگر کدام پیام دیگه اگر گفتنی داری به ادامه صحبتات؟ نه دیگه، تشکر، زنده باشید. خواهش میکنم. آقای امین، تشکر از اینکه در برنامه حضور داری. خودت را معرفی کنیم برای دوستایی که بخیر برنامه ما را میبینند و همچنان چرا این بزنس انتخاب کردین و شروع کردین.
بسیار ببخشید، دو تا امین هستین که یکی زبیولای امین است، یکی آقای هم آقای علایار است. کدام ما را میگه؟ آقای زبی جان شما رو میگم، چون برای ما به این طرف که هستیم دیگه، اول شما هستین باز آقای علایار است. بله شاید شما متشکرم. این طرف معلوم میشه از لحاظ. بله بله. سلام سلام، تشکر از شما رفلا جان که در این لایف تا ما را دعوت کرده. سلام و احترامات خود را به دوستانی که ما را لایف میبینن تقدیم میکنم و یا بعدا خواهم دید. من زبیولای امین هستم، 11 سال میشه که در کشور جرمنی با بچه‌ام زندگی میکنم و در افغانستان از فاکولته اقتصاد فارغ التحصیل شدیم و در وزارت‌های مختلف کار کردیم مثل اقتصاد و مالیه. و زمانی که در جرمنی رسیدیم در اینجا هم تغییر شغل دادیم، در رشته لاگر و لوجستیک کار کردیم و مدت میشه در این بزنس رویایی شامل شدیم و حال چرای خودم برای شما من میگویم به خاطر که سوال بعدی تا نمی است. بله. من چون بچه های من کوچک بودن و همچنان خانم ما میخواست تحصیلات عالی خود پیش ببرم و من هم دو جاب داشتم، همیشه بیرون از خانه بودم، دنبال یک بزنسی بودم که همیشه از خانه او را انجام بدم و مواظب بچه هایم باشم و هم خانم بتواند تحصیلات خود پیش ببرم. چون بزنس های دیگر که من مطالعه کردم به یک سرمایه بسیار گزاف ضرورت داشت و وقت زیاد ضرورت داشت، در پالی از او انگلیسی خیلی بالا ضرورت داشت که من ارزش نداشتم. بنابراین زمانی که با این تجارت آشنا شدم که دیدم همه چیزش به من خیلی خوب هم راه میره، یا به اصطلاح وطنی بگویم براتان، خیلی خوش شدم و این را انتخاب کردم و فعلا هم به تمام مشکلات خود نایل آمدم و یگانه دلیل دیگه ای بود که بعد از 3 الی 5 سال در صورتی که یک فعالیت خوب نشان بدی و یک تقاعد مبلغ ثابت که ما میگیم با چون بازنشستگی بگیم به حساب افغان ایرانی و افغانستان بگیم با مبلغ 5000 میرسیم اگر فعالیت خوب نشان بده. اگر فعالیت خوب نشان ندیم حتما 5 سال و 7 سال میشه. بنابراین اینی خوبی ها رو داشت. اگر من چون در کشور جرمنی زندگی میکنم، اگر من 25-30 سال دیگه باید کار میکردم که من تقاعد باید میگرفتم و تقاعدی و هم نه به او شکل 5000 خیلی هم کم می بود که تکافوی فامیل کرده نمیتونستم. بنابراین خوبی ها خیلی زیاد است. خیلی دوستای سر تا سر دنیا پیدا کردیم، همه تو خواهرای محترم و هم برادرای گرامی، خیلی دوستای خوب پیدا کردیم و خیلی هم خوشحال هستم. وایا زیاد است منتها چون زمان کم است همه تکافو میکنم در قسمت. تشکر آقای زبیولا جان از اینکه اما چرا را گفتین و معرفی کردین خود را برای دوستان. خب حالا پلی شما خب آقای امین علایار است که باز اشتباه نشه از طرف ما به من رقم معلوم میشه. آقای امین جان علایار، شما امور رقم خود معرفی کردین و گزینه دوم همی که چرا این بزنس را انتخاب کردین برای دوستا و بیان کنین. حتما چرا نه آقای رولا. اولی که سلام به همه عزیزای که در اینجا هستن و سلام به تمام کسایی که ما را لایو میبینن بعدن و یا ریپلیش میبینن. و از طرف دیگر روزای رمضانی را برای همتان تبریک میگویم. خداوند اجر ثواب بشه بر ما بده. دیگه اینکه من امین علایار هستم. مدت 6 سال میشه که به کشور کانادا شهر مونتریال سفر کردیم و مهاجرت کردیم. خب پدر دو پسر هستم که ماشاءالله یکی نو به دنیا آمد. دیگه بگراوند قبلی ما فارماسی است و بگراوند فعلی ما میکانیک هستم. در کمپانی لوجستیک پایس انسپکتورش میکانیک هستم. در وای من که بیزنس رو انتخاب کردم، خب همه ما به دو دلیل، یکی مالی است یکی معنوی است. خب همگی به می اساس انتخاب معنوی و مالی مهمتر از برم یک بزنس یا یک شغل. خب در شغلی که ما هستم میکانیک، البته
ماش بد نیست، خوب است. ولی دیدم که تا آخر عمر به این همون انرژی که من در اینجا مصرف میکنم، همون وقتی که من اینجا صرف میکنم و ماشی که میگیریم، همه ما میفهمیم سالانه $1 $2 اضافه میشه. خب این چیز سیو نمیشه، این چیز کار به ما داینده، اولاد ما باینده، فامیل ما باینده، خود ما کدام به درد بخوره نیست واقعا. خب طبعا گفتم نه، باید است که شغل دیگه یا یک بزنس دیگر انتخاب کنیم. تا که در جستجوی همین بزنس های آنلاین بودم، از آمازون بعضی بزنس ها را یک ریویو کردم و دیدم ای از توان من است، چون با او اندازه که ما شما مهاجرت میکنیم و پول و سرمایه نداریم و او اندازه که ما وقت در شغلی که هستم وقت ندارم که با او بزنس های دیگه یعنی سپری کنم و رن کنم. خب این بزنس که با این بزنس آشنا شدم، خیلی خوشحال، خیلی واقعا بزنس عالی بود. از نگاه فلکسیبل، از نگاه مکانش، از نگاه سرمایه گذاری خیلی کم، با از این 3,000 مینیمم و مکسیمومش 13 یا $12,000 امریکایی است که نظر به کشور است که در کدام کشور هم کرنسیش است که فرق میکنه. خب من در کانادا هستم، با پول کانادایی یک فرق کم بیش داره. با می اساس این بزنس من انتخاب کردم، گفتم نه واقعا این بزنس کار میکنه و انشالله که در آینده بعدی یک پلان بی برم است و بر حتی به فامیلم، بر اولادم و غیر از این که یعنی این و درآمدهایی که 3 4 5 رقمی یا 7 رقمی که برسم، انشالله این شغلی که دارم میرم بر فرق میکنم و همین شغل اصلی میشه. بله. و می اساس من این بزنس انتخاب کردم و واقعا یک بزنس عالی است. بله. تشکر آقای اللهیار از اینکه تجربه خود شریک کردی و موضوع خود را گفتی برای دیگر تشکر از شما هم. دوست دارن داخل بزنس شوند. اما رقم خب کنار ما فردین جان اسلمی هست. ما ازشان تقاضا میکنم که خود را معرفی کنن برای دوستا و همچنان وای یا چرا که داخل بزنس شدن را بیان کنن. تشکر از شما مومن زاده صاحب و یک سلام خدمت دوستای عزیز که در این لایف هستند تشریف دارند و بعد و دوستایی که بعدا این ویدیو ما رو تماشا میکنن عرض میکنم. ما فردین اسلمی هستم و حدود 6 سال میشه که در کالیفرنیا زندگی میکنم. بک‌گراند تحصیلی ما اتومکانیک هست و در همین رشته ما مشغول کار هستم در اینجا. و دلیل از این که ما در این بزنس شروع کردیم، این بزنس این است که روز به روز امی زندگی در غرب بسیار اکسپنسیو میشه، بسیار قیمت میشه، بسیار مشکل شده روان است روز به روز و ما واقعا نمیتونیم که با داشتن یک شغل و یک درآمد زندگی و این هزینه های سرسام‌آور از عهدهش برآمده بتانیم. و یک دلیل دیگه ای است که ما فعلا دمی عصری که زندگی میکنیم در عصر دیجیتال ایج میگن و دنیا به سوی دیجیتال شدن است و ما مجبور هستیم که از دنیای دیجیتال یک انفورمیشن داشته باشیم که در آینده بتانیم زندگی خود پیش ببریم. و این بسیار یک فرصت خوب است برای ما که من میتونم بسیار با انواع مختلف پلتفرم‌های آموزش ببینم و بسیار آموزش های دیجیتال از آنلاین، بزنس آنلاین و دیگه رشته ها چیزهای بسیار زیادی را واقعا ما یاد گرفتیم از این بزنس فعلا و از این رو است که ما این بزنس شروع کردیم برای آینده راحت تر و موفق تر. بله. تشکر فردین جان از اینکه تجربه خود شریک ساختی و ما چرا را گفتی. عارف جان عزیز تشکر از اینکه در برنامه حضور داری. خود را یک معرفی کن مکمل و بعد از اون چرا این بزنس را انتخاب کردی و شروع کردی. سلام به همگی دوستایی که اینجا هستیم. فعلا صحبت میکنیم دوستایی که ما رو بیننده هستن. امیدوار هستم که همگی خوب و خوش باشن و اوقات خوب و خوش را سپری بکنن. من عارف هستم، عارف سخایی. در هلند زندگی میکنم. قبلا در افغانستان از پوهنتون کابل من اداره و تجارت مستری گرفتم و در سازمان های مختلف زیاد کوچک و بزرگ
مثلا در اتحادیه اروپا بیشتر حدود 9 سال به عنوان مدیر بودجه و حسابرسی همراهشان فعالیت میکردم و بعد از که به هلند مجبور شدیم مهاجرت کردیم اینجا هم دوباره در اون بخش مالی به عنوان مشاور مالی همراه چند مینیسیپالیتی شاروالی های هلند مشغول وظیفه هستم. بله این یک کمک خلاصه از زندگی خودم و درباره از اینکه چرا ما بیزنس آنلاین را خواستیم شروع بکنم. از زمانی که کووید آمد در 2019 در افغانستان که بودیم دیگه ما آفیس نمی رفتیم. منم لپتاپ بود در خانه و کار خود انجام میدادیم. عادت کردیم شاید برای ما آسان است دیگه، ضرورت نیست کمیت کنی هر روز بری بیایی در خسته میشی، گرم است، سرد است، اینا لزومی نداره که حتما باید بری بیایی. بعد عادت کردیم به کار آنلاین و راحتیش را احساس کردم، میفهمیدم. یعنی ادامه دادن کار آنلاین هم خوب بود، ولی ای که بیزنس بخوای داشته باشی، بیزنس آنلاین، بیزنس بسیار زیاد خوبی های خود داره. بیزنس ای است که مربوط خودت از خودت باس خودت می باشی، کسی بالا سر نمی باشه. کمی کار کردی، صحیح کردی، درست کردی، غلط کردی، زود کو. یعنی برای در 2-3 سال مراتب کل ما این چیزا را تجربه کردیم در وظیفه. خودت بدل جمع خودت کار تا وظیفه انجام میدی، به تناسب هر چقدر که فعالیت میکنی رشد شخصیتی پیدا میکنی و در کنارش هم معلوم دار درآمدی که در بزنس استک بسیار اسکیلبل استک. یعنی هر چقدر که فعالیت کنیم به اون قدر زیادتر میتونیم که درآمد کسب بکنیم و فرصت هم البته در اختیار خود ماست که هر زمانه که کار فعالیت ما رو انجام بدیم. در حالی که در امپلای بودن یا کارمند بودن هیچ وقت این فرصت را در اختیار ما نمیگذاره و فرصت زیاد نمیخوایم بگیرم. فقط این است که دلایل بسیار زیاد هست، زیاد وجود داره، ولی دوستان افغان ما مثلا جوانایی که مهاجرت کردن بسیار زیاد نام خدا با استعداد هستند، با لیاقت هستند و فرصت هایی را که میآین میبینن من تشویقشان میکنم که باید اونا را نادیده نگیرن، از پیش سرسری نگذارن و اگر که امکانات توانایی زیاد دارن که بیزنس آنلاین بکنن حتما این کار رو بکنن که آیندهشان انشاءالله درخشان است. بخیر باشید. بله. تشکر عارف جان از اینکه تجربه تشریح که واقعا یک تجربه بسیار عالی بود و امر رقم هم شده یک تعداد زیاد عادت کرده بعد از مسئله کووید که در خانه کار کنن یا مدت زیاد را در هفته در خانه باشن. خب وقتی که با این بزنس هم آشنایی پیدا کردن دقیقاً بیخی اما مطابق میلشان یا خواستشان بود که تا همون تایمش هم کمتر از تایم کاری است که بر دیگرها کار میکنین شما در خانه. تشکر بازم عارف عزیز. محمد جان، آقای خب محمود اکبری، بله چون چند محمد از باز قاطی نشه. خوش آمدید از اینکه در برنامه هستی. خود را یک معرفی که مکمل محمد جان و در کنارش چرا بزنس را انتخاب کردی و شروع کردی. سلام، تشکر آقای روح الله جان از اینکه مرا دعوت کردید و همچنان سلام بر دوستان که ما را از لایف میبینن و همچنان کسانی که بعدا ما را ببینن. من نام محمد است، محمد اکبری هستم و مدت 24 سال میشه در بریتانیا زندگی میکنم. ما دارای 3 فرزند هستم که 3 سال میشه اونا را از افغانستان آوردم. ما بگراوند از ما بیشتر عمر ما را در خود ایران تیر کردم. ما یک بیزنس داشتیم، کارتن سازی کار میکردیم دیگه و به خاطر اینکه در اونجا نمیتونستی اونجا اقامت نداشتیم و مثلا خانمان چیزا نمیتونستیم بخریم، ما مهاجرت کردیم آمدم در کشور بریتانیا. و دلیل اینکه ما وارد می بیزنس شدم به خاطر اینکه ما کارهای زیاد را در انگلستان انجام دادم. ما در رستوران و موترشویی و این بسمدی مواد غذایی ما کار کردم دیگه و چند مدت هم درس خواندیم. باز این ما از طریق جنسی کار میکردیم. این کارا که بود کارهای به اصطلاح تمام وقت نبود دیگه. یکی اینکه کارا دور بود، نزدیک نبود، هوا سرد بود دیگه. بعد 8 ساعت بعد استاد میشد دیگه. بعد فشارم زیاد بود، فشار روحی و دیگه باید فامیل این چیزا باید کمک میشد دیگه. بعد از دیگه باز ما بعد 2 سال ما تحقیق کردم دیگه، دیدیم که این بیزنس واقعی است. باز ما الحمدلله وارد این بیزنس شدم
به خاطر که این بیزنس که هست بیشتر اوقات امروی فامیل خود هستی، امروی اولادای خود هستی، دیگه میتونید دیگه هزینه ها رو پرداخت کنید، هزینه های آب و برق و گاز و این چیزها رو، و در ظرف 3 سال بازنشسته بشید. دیگه کارهای فیزیکی که ما انجام بدیم 40 تا 50 سال بعد کار میکنه تا سن بازنشستگی برسی. باز نمی دلیل از ما بود که ما وارد بیزنس شوم. بله، تشکر محمد جان از اینکه تجربه شریک ساختی همراه دوستا. خب ما نمیخوایم که تایم این برنامه زیادتر شود که از حوصله شما دوستا بالا بره. من یک جنبندی کلی میکنم این برنامه را که به 3 کاتگوری خلاصش میسازم. اولی که کسایی که به این فکر هستند که تعداد آقایان در اینجا کم است، نه خیر، این بیزنس برای خانم‌ها ساخته نشده، برای تمام اقشار جامعه ساخته شده، هم آقا هم خانم. بر حال شما میتونید که با خیال راحت بیاین بزنستان شروع کنین، در کنار ما باشین. و در آخر اگر دوستا و همکارای عزیز موافق باشند که ما یک پیام از استاد معزز آقای شهریار میخوایم داشته باشم برای جوانایی که دوست دارن بزنس داشته باشن، مخصوصا آقایان. آقای شهریار، پیامتان در آخر میشنویم و خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. خداوند یار و یاور تمام عزیزا و تشکر از شما که در برنامه حضور داشتین. آقای شهریار، پیام شما رو میشنویم. تشکر از شما مومنزاده صاحب. خواهش میکنم. ما خصوصا پیام ما چون یک مدت طولانی ما تدریس کردیم، با جوانا بسیار زیاد احساس راحت میکردم، جوانا را زیاد میشناختم در افغانستان. چیزی که من بر از اونا توصیه میکنم امی کار و فعالیت و زحمت کشی. باز خصوصا حال دنیا تغییر کرده. 100 سال قبل این قسم نبود و امروز کاملا یک شکل دیگری شده. کل چیز اینلاین شده، امی به شکل دیجیتال آمده. باید اگر میخوان اونا در زندگی خود موفق باشن، باید علم روز یاد بگیرن. اگر ما امو تجارت های آفلاین و به شکل سابقه پیش بریم، بسیار مشکل است که ما موفق شویم. فقط بر جوانا توصیه ایست کار و فعالیت و زحمت کشی و تجارت آنلاین، چون آینده خواهی نخواهی، خواه اروپا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه، من فکر میکنم که 10 سال بعد، 20 سال بعد بیخی این زندگی به یک شکل دیگه خواهد بود. کار و فعالیت، زحمت کشی و تجارت آنلاین، این مشوره و امو گفتنیم از برای جوانا. تشکر. خدا نگهدارتان. تا این دم که همراه ما بودین. وقت خوب و خوش برتان میخوایم. مطابق روزای رمضان به خیر خوبی سپری کنین همراه فامیلای عزیزتان. خدا نگهدار. وقت خوش. تشکر از شما. خدا حافظ. تشکر.